بازار بزرگم دارم میچرخم دیگه. یه جا رسیدم کافه شاباشی، دیدم چند تا خانم توش دارن کار میکنن. تصمیم گرفتم که به پیشنهاد یکی از دوستام که گفته بود لوبیا نیمرو بخور یه تستی بزنم ببینم چه مزه‌ایه. بعد آقا رد شد. اونجا استفاده کردم غذا رو، یعنی میل کردم خیلی خوشمزه بود به نظرم. املت رو با لوبیا رو قاطی کرده بودن دیگه. طعم خاصی نداشت دیگه، حساب کنید دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنیم. چایش هم خیلی ارزون بود، 2 تومن. یه چایی هم سفارش دادیم و کلا کمتر از 50 تومن شد. این از غذا. بعد که داشتم حساب میکردم گفتش که برکت آوردی برامون. این خیلی کلمه جالبی بود. یه چیز دیگه هم که تو این فروشنده ها بهم گفتن، کوچیک تست کن، مال یتیم نیست، بخور آقا بخور. اینم تعارف باحالی بود از اینا، از رشتیا شنیدم.